دوستان سلام عرض میکنم. بهتره که صحبتمون رو با چند تا شعار ننگ بر دیکتاتور شروع کنیم. ننگ بر دیکتاتور، ننگ بر دیکتاتور، ننگ بر دیکتاتور. ننگ بر دیکتاتور. دوستان امروز ما در مقابل سازمان ملل متحد گرد هم آمده ایم تا به دولت مردان جهان، رسانه ها، افکار عمومی دنیا و حتی سازمان های حقوق بشر اعلام کنیم که احمدی نژاد نه تنها رئیس جمهور ملت ایران نیست که یک کودتاچی، یک دروغگوی بزرگ و یک فریبکار است. این مردی که امروز در این مکان حضور دارد با رو بودن آراء مردم، فریبکاری، با تکیه بر زور، اسلحه، زندان، شکنجه، ترس و ارعاب و خون جوانان ایرانی بر ریاست جمهوری ایران تکیه زده و با تحقیر و استهزاء ملت ایران مدعی آزادی و چند صدایی در ایران می شود. آیا فی‌الواقع به دلیل چند صدایی است که دختر مبارز و شجاع جنبش دانشجویی ایران بهاره هدایت در انفرادی و بازجویی قرار دارد؟ آیا به دلیل چند صدایی در ایران است که هنگامه شهیدی بهمن احمدی، رضا تاجیک، نسرین ستوده، احمد زیدآبادی در زندان به سر میبرند؟ به دلیل چند صدایی است که حتی اصلاح طلبان درون حکومتی که به نظام جمهوری اسلامی و حتی به قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز معتقدند، مانند تاجزاده و میردامادی هم زندان و انفرادی را تجربه می کنند؟ مومنی، علی جمالی، دهها زندانی کرد، ترک، بهایی را به زندانهای طویل مدت محکوم و شکنجه های قرون وسطایی را علیه آنها اعمال می کنند. جوانان معترض ما را زیر شکنجه در کهریزک به قتل می رسانند. آیا حضور احمدی نژاد در سازمان ملل استهزاء ملتی نیست که ما او را رئیس جمهور قانونی خود نمی‌دانیم؟ آیا در جمهوری اسلامی آزادی و دموکراسی این گونه معنا می شود و رسانه‌های خارجی برای شنیدن ادعاهای واهی چنین مردی که دستش به خون نداهای این مملکت آلوده است با او امروز به گفتگو و مصاحبه می نشینند؟ مردی که حساب شده و سیستماتیک در یک تئاتر از پیش تعیین شده نقش عروسک خیمه شب بازی سیدعلی خامنه ای را بازی می کند و پشت شعارهای ظاهر فریب تمامی کنوانسیون ها، قراردادهای بین المللی را زیر پا گذاشته و در واقع در صدد نابودی منزلت، هویت، تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان است. اقدامی که نه در فردای کودتای انتخاباتی، که در فردای پیروزی انقلاب اسلامی، در فردای تصویب قانون اساسی سراسر تبعیض آغاز شد. زندانها و شکنجه ها و اعدام هایی که با تسلط تنها استبداد مذهبی در شدیدترین شکل خود به فضای سیاسی اجتماعی ایران تحمیل شد. برای مردم ایران این حوادث موضوعاتی جدید نیست، مسبوق به سابقه است. بنابراین اعتراض ما نه به احمدی نژاد، نه حتی به سیدعلی خامنه ای که بر ساختار، بر شاکله و نظامی است که استبداد پرور است، استبدادی که کشتار 67 را در کارنامه خود دارد، کشتاری که هزاران جوان این آب و خاک را در عرض چند روز سربدار کرد. امروز بهاره هدایت نه بهاره که سیمای صدها دختر زندانی است که سالهای سال بی نام و نشان و غریب در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند. عبدالله مومنی سیمای هزاران جوانی است که راست قامت به پای آرمانهای خود ایستادگی کردند. امروز ما در مقابل
ایم تا به حکومت تبعیض، استبداد، حکومت دینی، حکومتی که ضد حقوق بشر، حکومتی که آزادی‌های اساسی را از بین میبرد اعتراض کنیم. جمع شده ایم تا صدای اعتراض خود را به نادیده انگاشتن حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، قومی، نژادی، جنسی، اعتراض به سیستمی که استبداد پرور است اعلام کنیم و ولایت مطلقه فقیه را که بر جان و مال مردم مسلط شده و هر گونه اصلاح از درون را با انسداد مواجه کرده است اعتراض کنیم. ما جمع شده ایم که بگوییم دشمن ملت ایران نه تنها احمدی نژاد به عنوان یک دلقک و نه حتی سید علی خامنه ای به عنوان آمر و هزار دستان این رژیم، بلکه ساختاری است که دین و حکومت را با هم بر سر ملت ایران مسلط کرده است. ساختاری که برای ما محصولی جز جنگ، خونریزی، فلاکت نداشته است. با استبداد مذهبی مبارزه کنید، نه با سید علی خامنه ای و یا هر کسی که امروز هست و فردا نیست. دشمن ما قانون اساسی جمهوری اسلامی، دشمن ما اساس جمهوری اسلامی است